صلاح‌الدین سال‌های 1137-1193 سرلشکر و سیاستمدار بوده در مبارزه علیه صلیبداران لشکر مسلمانان را سرداری میکرد. صلاح‌الدین در دوره سال‌های 1174 تا 1187 اینچنین در متحد سازی مسلمانان موفق گشته شهرهای حلب، دمشق، موصل و یک قطار شهرهای دیگر را نیز زیر تصرف اسلام قرار داد. گرچند که منبع اساسی دستگیری مادی او مصر بود، ولی فعلا صلاح‌الدین از سال 1174 در وادی نیل نبود. او ذخیره های مصر را برای آزاد کردن زمین های سوریه استفاده می برد. بزرگترین غلبه او از بالای صلیبداران اروپا سال 1187 در جنگ هیتین شد. عیناً همین جنگ بر مسلمانان امکانیت داد تا اینکه یروشلیم را برگردانند. 4 ایولی سال 1187 لشکر مسلمانان تحت سروری صلاح‌الدین در جنوب کوه هیتین که در فلسطین جایگیر است، قشون صلیبداران را تار و مار ساخت و شاه یروشلیم گیده لوزینیان رنه دشتلیان را به اسارت گرفتند. صلیبداران در نبرد از یروشلیم تقریباً 20,000 لشکر را آورده به کار درآوردند. قشون متحد شده مسلمانان تقریباً 30,000 مردان را تشکیل میکرد. صلاح‌الدین تمام عمرش را برای عالی گردانیدن اسلام و خدمت مسلمانان بخشیده است. از بایگری و حشمتی که امروز در آن حاکمان غرق شده اند خودداری می نمود. زمان صلاح‌الدین وفات کرد، معلوم گردید که تمامی بایگری جمع کردهش از اسب و مبلغی که به دفنش نارساست عبارت بود. به شبهه او یکی از قهرمان‌های حقیقی امت به نمونه مسلمانان صادق بر اسلام می باشد.